نغمه هنرمند مشهور کشور در امریکا وفات کرد. افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی نغمه در امریکا. نغمه در امریکا مصروف چی کار باری بود؟ آیا به واقعیت نغمه از همسر دومش هم جدا شده بود یا خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه یا شاپیرای هنرمند بی‌بدیل، یکی از صداهای ماندگار در هنر موسیقی افغانستان که با صدای دلاییش از زمان آغاز کارهای هنریش دل میلیون ها افغان را از آن خود کرده بود. نغمه عاشقانه به برنامه‌های هنریش می پرداخت و مورد حمایت گسترده افغان ها قرار می گرفت. نغمه در سن نوجوانی با منگل هم مسلک هنریش ازدواج کرد، اما ازدواج نغمه و منگل پایدار نماند. بعد از یک مدتی که بانو نغمه به اوج و شهرت هنری رسید از منگل جدا شد و سرانجام نغمه در کشور امریکا بار دیگر ازدواج کرد، اما منگل تا کنون ازدواج دوم نداشته است و بارها در برنامه‌هایش یاد و خاطرات نغمه را تازه می سازد. بانو نغمه در کشور امریکا به کارهای هنریش می پرداخت و کنسرت‌هایی در امریکا و خارج از امریکا برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می کرد. اما تازه تصاویر نغمه در صفحات مجازی نشر می شود که وی وفات کرده است، اما تا کنون حقیقت این ماجرا به گونه‌ای واضح و آشکارا معلوم نیست، ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این هنرمند از بارگاه ذات لایزال استدعا دارم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. تشکر که تا این دم بیننده این ویدیوی من بودید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را بر لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.